یه حالتی هست که هممون تا حدی باهاش آشنایی داریم. اضطراب. اضطراب انواع و اقسام داره. از جمله پنیک اتک، فوبیاها، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، وسواس فکری عملی، اضطراب موقعیتی، اضطراب جدایی. اضطراب یه واکنش خیلی طبیعیه که وقتی با استرس و مشکلات روبرو میشیم احساسش میکنیم. معمولا میخوایم یا باهاش مقابله کنیم یا فرار کنیم. این حالت به عنوان مبارزه یا گریز شناخته میشه. وقتی اضطراب گاه به گاه اتفاق میفته کاملا طبیعیه. اما وقتی زیاد میشه و بیش از حد نیازمون تو زندگی اتفاق میفته ممکنه نشونگر یه مشکل بزرگتر باشه. خب چه چیزایی میتونه ما رو به اضطراب وادار کنه؟ اولش میتونه عدم قطعیت باشه، یعنی ترس از چیزایی که نمیدونیم رو بهمون میده. بعدش میاد کمالگرایی که میگه باید همه چیز کامل باشه و این باعث استرس و اضطراب میشه. بعضی وقتا موقعیت‌های اجتماعی میتونن این حالت رو برانگیزن، مخصوصا تو محیط‌های جدید یا عمومی. نگرانی‌های بهداشتی هم میتونه موجب اضطراب بشه، مخصوصا اگه فرد خیلی زیاد روی علائم بیماری جدی تمرکز کنه. وقایع عمده مثل نقل مکان، تغییر شغل یا تغییر تو روابط هم میتونه محرک‌های قابل توجهی باشه. تجربیات تروماتیک گذشته هم میتونه در موقعیت‌های مشابه موجب اضطراب بشه. اگه استرس به شکل مداوم از کار، روابط یا نگرانی‌های مالی باشه، اینها هم میتونه باعث اضطراب بشه. حالا ببینیم چطور میتونیم با این حالت مقابله کنیم. البته که اینها نمیتونن جای یه متخصص رو بگیرن.